جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و محترم، شروع میکنیم از کتاب سوال و جواب فقه مذهبی حنفی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوال 31 چنین است: روش مخصوص بندگی که آن را نماز میگویند چگونه است؟ جواب چنین است: در خانه یا در مسجد دست بسته می ایستند و از قرآن می خوانند و حمد و ثنا و بزرگی خدا را به جای می آورند. گاه در بارگاه او خم می شوند و گاه پیشانی خیش را به قصد تضرع و اظهار عجز و ناتوانی خیش بر زمین می نهند. سوال 32 چنین است: شخصی نمازگزار در مسجد به خدا نزدیک می شود یا در خانه؟ جواب چنین است: انسان همیشه در محضر خداوند است، چه در خانه چه در مسجد، ولی خواندن نماز در مسجد ثواب بیشتری دارد. سوال 33 چنین است: به شستن دست و روی و پای که پیش از نماز انجام می دهند چی می گویند؟ جواب چنین است: آن را وضو می گویند که بدون او نماز صحیح نخواهد شد. سوال 34 چنین است: هنگام نماز روی آدمی به کدام طرف باید باشد؟ جواب چنین است: به طرف قبله باید باشد. در کشور ما قبله در قسمت آفتاب نشین قرار دارد. سوال 35 چنین است: چرا روی خیش را به طرف قبله کنیم؟ جواب چنین است: در مکه مکرمه خانه هست که او را کعبه خانه خدا می گویند. هنگام نماز ضرور است روی ما به سوی آن باشد و چون آن شهر از کشور ما تقریبا در جانب آفتاب نشین قرار دارد، ما روی خود را به سوی او می کنیم. این بود 5 سوال و جواب. در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.